تشکر بشیر صاحب. در رابطه با نقاط قوت افغان تیپس باید بگوییم که در طول از این چند سال گذشته افغان تیپس تانسته موفقیت بسیار عالایی را بگیره، خصوصا در زمینه ارائه معلومات آموزشی، معلوماتی که مربوط به ادغام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهاجرین افغان در بلژیم است. بسیار زیاد موفقانه از طریق شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های دیجیتال ارائه بدن و ایره میتونیم که ما از طریق دیدن که فیسبوک پیج افغان تیپس میشه دید که بیش از 85,000 فالوور داره و همچنین از طریق تیک تاک و همچنین ویدیوهای بسیار خوب و با کیفیتی که در یوتیوب داره. این بسیار قابل قدر است و یکی از نقاط بسیار موفق افغان تیپس است که میتونه یک الگوی بسیار خوبی باشه برای مؤسسات به دیگه مؤسسات افغان که در بلژیم و در دیگر کشورهای اروپایی است که به خاطر از اینکه مؤسسات ثبت شده و مؤسسات غیر دولتی که از افغان‌ها هست میتونه به عنوان یک مرجع معتبر باشه که از اونجا بتونه مهاجرین افغان از اونجا معلومات خود در زمینهای مختلف کسب و به ما خاطر این بسیار یک اقدام خوب و یک نقطه قوت بسیار خوب برای افغان تیپس است. و یکی باید بگوییم که افغان تیپس تمام از این فعالیت‌های خود با یک تیم بسیار کوچک از شهر گنت شروع کردن و ضرورت به است که جوانا چی زن و مرد فرق نمیکنن، هر دو سهم بگیرن و عضوی از خانواده افغان تیپس شوند و کوشش کنن که در این زمینه که هر چقدر ما بتونیم که جامعه افغانی خود در هر کشور اروپایی تقویت بکنیم، چی از لحاظ تحصیلی، چی از لحاظ حمایتی، چی از لحاظ کاری. این یک افتخار برای هر فرد از افغانستان است و ضرورت از اینکه جوان‌ها بیشتر سهم بگیره این به نظر من قابل احساس است برای افغان تیپس.